اینا برادرو حوزی نیرا داشیراک میگن. خب این داشیراک جورا زلالی داشیراک حوزی میفهمه که چیه زلالی داشیراک در سلامتی آدم. خیلی مجبور میدونیم آخه مقصد در غریبیم استودنتیم. اینا برادر همینجا گفتگیه که مورچه مورچ کرده بخیده خورد نکرد مورچ جورا اینا خیلی تیزکش کردی خرش و ملدیس برای با مزه شیدنش نه علفوش گفته است زلین یعنی زلینی خوک مقصد نه که نه گوشتوی گفتگی های اگر کدمت که همی چیش سوز خونده بتونی لوبویش نگاه که یا شپیک نوشتگی های یا که چیزی کجه ای گوشتی جا اگر در صورت اینا گوشتی گو نشون دادگی باشه گوشتی گو نه که رسیپی که در تنه اینه نایش نوشتگی که اینه مقصد که دول گوشتی خیلی قوقدگی داره همین مثلا در کامرا خاصول مقصد خوندهش نمیشه و چون تنش خشرو بخونه وقتی در شیرک هوی منی کدومش کی باشه مثلا گوشتی خوب کوشه مقصد میره نگاه کنه احتیاط کنه یا که خیلی در شیرک این در شیرک خودش ای پلاسماس میشه هم دیگه می نویسن های مکه اور تعریفش کردگیان جا یگون تری گوشتی گو تری چی نیست در همی زوادی در شیرک اگر کدمت کار کرده باشی مقصد میفهمیم نه نمیخی برادر او کار کردگیم ایرا میبینی و پشه دیگه نمیخی این همی در شیرک گولی مقصد خوک یم